سلام، امروز با معرفی یکی دیگه از اختلال‌ها از گروه اختلال‌های خورد و خوراک به اسم آنورکسیا نروزا همراه شما هستم. لطفاً منو تا انتهای ویدیو همراهی کنید. اصطلاح آنورکسیا به بی‌اشتهایی اشاره داره و اصطلاح نروزا نشون میده که بی‌اشتهایی به دلایل هیجانی و احساسی روی میده. سمپتوم‌های اصلی آنورکسیا نروزا گرسنگی دادن به خود و امتناع از رسیدن وزن بدن به یک وزن عادیه. طبق گزارش DSM-5 سن شروع اون معمولا در نوجوانی و اوایل بزرگسالی یا قبل 25 سالگیه. جالبه بدونید که این اختلال اغلب بعد از یک دوره زندگی پر استرس یا یک دوره رژیم غذایی افراطی آغاز میشه که شیوع اون در زنان 10% بیشتر از مردانه. و حالا بریم سراغ ویژگی‌های اصلی آنورکسیا. مقاومت در برابر حفظ حداقل وزن، ترس مرضی از چاق شدن، باور غلط درباره اندام خودش، طوری که حتی در لاغری مفرط هم فرد فکر میکنه که چاق و باید وزن کم کنه. اغلب این افراد تصور میکنن که پایین آوردن وزن و لاغر شدن یک موفقیت بزرگ و افزایش وزن و چاقی نتیجه بی‌ارادگی و کنترل نداشتن بر خودشه. حالا بریم سراغ انواع آنورکسیا. DSM-5 بین دو نوع مختلف آنورکسیا تفاوت‌های قائل شده که با هم دیگه بررسی میکنیم. نوع اول آنورکسیا از نوع محدود کننده که در اون گرسنگی دادن به خود با تصفیه همراه نیست، یعنی فرد خودش رو به استفراغ نمیندازه یا از مواد ملین کننده استفاده نمیکنه. دوم آنورکسیا از نوع بینج ایتینگ و تصفیه که در اون افراد مبتلا مرتب خودشون رو به استفراغ وامی دارن یا از مواد ملین و مسل کننده استفاده میکنن تا بتونن بر وزن بدن خودشون کنترل داشته باشن. این افراد به طور متناوب رژیم‌های غذایی دشوار میگیرن اما وسط کار اپیزودهایی از بینج ایتینگ یا تصفیه کار رو مختل میکنه. و حالا بریم سراغ معیارهای DSM-5 برای تشخیص آنورکسیا نروزا. معیار A: فرد از غذا خوردن مناسب و در نتیجه کسب انرژی لازم خودداری میکنه و این موضوع به کاهش وزن شدید چه از لحاظ سنی، جنسی و مسیر رشدی منجر میشه. بدونید که منظور از کاهش وزن شدید لاغری شدید یا کاهش وزن قابل ملاحظه است. معیار B: فرد از افزایش وزن یا چاق شدن به شدت میترسه یا به طور دائم رفتارهای پیش میگیره که مانع افزایش وزن میشه، حتی زمانی که کمبود وزن چشمگیری داره. معیار C: فرد از وزن بدن یا شکل اندام خودش برداشت غلط داره و ارزشی که برای خودش قائل میشه بیش از حد به طور غیر منطقی تحت تاثیر وزن بدن یا شکل اندامشه. با اینکه کمبود وزن داره قبول نمیکنه که کمبود وزن برای سلامتش ضرر جدی داره. جالبه که بدونید این رفتارها حداقل برای 3 ماه باید ادامه داشته باشن. و حالا بریم سراغ رفتارهای مراسمی و مناسکی یا به اصطلاح ریچوال هایی که در آنورکسیا نروزا اتفاق میفته. فرد فقط بعضی خوراکی‌های غذاهای خاص رو میخوره. خوراکی‌ها صرفاً در ترکیب‌های خاص با ترتیب خاص و با لقمه‌هایی در اندازه‌های مشخص خورده میشه. فرد به شدت به تعداد کالری‌های هر خوراکی حساسه. در اینترنت راجع به تعداد کالری‌های خوراکی‌های مختلف تحقیق میکنه و حتی کالری ادویه‌جاتی مثل فلفل که در حد 0.1 گرم هست رو هم چک میکنه. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگه نظر و پیشنهادی دارید لطفاً در کامنت رو با ما به اشتراک بذارید.